رهبر کسی است که واقعا شرایط مهار کند، نه اینکه خودش توسط شرایط مهار شود. احمد شاه مسعودی که بعد فرار کرد. یک وقتی مردم کابل، مردم افغانستان برای شما رای دادن و شما آرزو داشتن، فعلا که شما در پارلمان نیستی، پارلمانی هم وجود نداره، هنوز به مردم خود فکر میکنید؟ اگر مبالغه نشود در اینکه من در افغانستان هستم، شاید کلی سیاسیونی حرف میزند و شاید مردم ما خسته شده باشد از دلسوزی، از شعار، از حرفای بسیار بزرگی که سیاسیون در طول تاریخ زدن و میزنن. منتها من با نیت پاک فکر و ذکر ما این بوده که بین مردم باشیم. چی چیزی سبب شد شما بروید صادقانه همه چی را بگی من غیر قانونی آمدم، من پاسپورت تخلفی دارم؟ کلی مشکل در این بود که افغانستان اشغال شده بود، حکومت میگرفت، میکشت، زندانی میکرد. کشورهای غربی تقریبا روابط خود قطع کرده بودن و در آن زمان فضای مهاجر ستیزی وجود نداشت، مهاجرین بسیار کم بود. در افغانستان اگر وزیر نباشی، مقام نداشته باشی، کس سلامت علیک نمیکنه. در آخرین لحظه جان دادن بود که با خون خود در بوت خود نوشت زنده باد کارمل. حامیان تدارکی این برنامه فروشگاه یکی مود و آشپزخانه مزه‌دار. به نام خداوند. سلام به شما بینندگان عزیز، خوش آمدید به پادکستی به عبارت معروف. در این برنامه هم یک انسانی بی نهایت فرهیخته، عزیز و وزیر حکومت پیشین را با خود داریم. انسانی که من این را میدونم شما بیشتر از خودش و از کاراش آشنایی دارید. برای من همینطور برای ماها انسانی ارزشمند است. جناب رمضان بشردوست. بشردوست صاحب عزیز، خوش آمدید به پادکست ما. خوش باشین. خوش شدم، افتخار بخشیدین که ما را امروز هم کلام خود ساختیم. ممنون، تشکر از این که فرصت دادی برای ما و افتخار بخشیدی امروز ما خودت را داریم در برنامه. بشردوست صاحب، زندگی این روزها در کابل چگونه میگذره؟ به نام حق و به یاد فقرا، شهدا و مظلومین، با سلام به شما، به همکاران شما که پشت پرده هستند و به همه عزیزانی که بیننده برنامه خواهند بود در هر نقطه از این سرزمین و از این دنیای پهن و به اصطلاح پر جمعیت 6 میلیاردی. زندگی شخصی فرق نکرده از یاد، اگر مبالغه نکنیم، از زمان وزارت و وکالت و امروز از نظر مالی زندگی عادی داریم، خانه عادی در یک منطقه غریب نشین و غیر پلانی و اگر همسایه برق داره ما هم داریم. مثل که وکالت هم عین چیز بود. نان در اون زمان هم نان بسیار عادی میخوردیم و میگفتیم که باید یک زندگی داشته باشیم که اگر روزی پارلمان نبود و وکالت نبودم بتونیم که عادی زندگی کنیم. یک زمان نماینده مردم خود بودی، فعلا مصروف چی کاری هستی؟ من در آن زمانم که نماینده مردم بودم از کابل انتخاب شده بودم و تدریس میکردم. بعدم وقتی که امارت آمده هم تدریس ادامه دادم و در این زمان از زمان وزارت پلان کمک‌های هم ماش خود و بعد وکالت و هم کمک‌های برگ سبز توفه درویش که هموطنان ما از خارج از کشور قطره ارسال می‌کردن، توزیع می‌کردیم با شفافیت و بدون تعصب و تبعیض و ویدیویش منتشر می‌شد. فعلا هم مصروف می کار هستیم. فعلا مسئولیت رسمی وکالت یا وزارت نیست، مسئولیتی بیشتر تدریس و کمک و مطالعه و در فکری که بتانیم یک خاطرات نوشته کنیم یا سر مسائل دیگه تحقیق کنیم.
اگر صمیمانه بپرسم جناب بشردوست صاحب، یک وقتی مردم کابل، مردم افغانستان برای شما رای دادن و شما آرزو داشتن، فعلا که شما در پارلمان نیستی، پارلمانی هم وجود نداره، هنوز به مردم خود فکر میکنید؟ همیشه. اگر مبالغه نشود در این که من در افغانستان هستم، شاید کل سیاسیونی حرف میزند و شاید مردم ما خسته شده باشد از دلسوزی، از شعار، از حرفای بسیار بزرگی که سیاسیون در طول تاریخ زدن و میزنن. منتها من با نیت پاک فکر و ذکر ما این بوده که بین مردم باشیم. اگر نه ما کشوری مثل فرانسه و پایتخت مثل پاریس که 30 سال من زندگی کردم و دکترا گرفتیم، تقریبا در جامعهشان داخل شده بودیم، رها کردیم و ملیتش نگرفتیم. معمولا در آن وقت بعد از 3 سال اگر کدام جرمی مرتکب نشده بودی ملیت میدادن، پاسپورت میدادن. شما به خاطر مردم خود وطن خود را ترک نکردید؟ ما در 7 سال انقلاب یا کودتا شد، ما در لیسه من درس میخوندم، لیسه سلطان محمود غزنوی. بعضی استادای ما در ظرف 1 ماه مفقود شد. پرسان که چرا درس نداریم، مثلا چرا امروز کیمیا درس نداریم، چرا علوم دینی یا چرا ریاضی، گفتن استاد گرفتن. استاد چرا گرفته؟ و زمان مسائل سیاسی رو نمیفهمیدیم زیاد. گفتن به خاطر که میگه ای خوانی بوده، ای شعله‌ای بوده، ای دموکرات بوده و اینا. و چون در ولسوالی کوچک قره‌باغ غزنی بودیم، بعد گفتن که کشتن و بردن و شکنجه کردن. بعد من آمدم کابل که درس رو در کابل تعقیب کنیم. پدر مامور دولت بود در کابل که آمدیم. از دوستا و خویشاوندایی که در کابل وظیفه داشتن گفتن کابل بهتر از ولایت هاست، در اینجا عین چیزه. کسایی که به اصطلاح مخالف حزب و حکومت و حزب دموکراتیک خلق باشد یا کسی ادعا کرده باشد که است میگیرن. بعد من عشق درس بود، 2 پای در یک موزه کردیم که مهاجر میشویم. پدرم اول میگفت سنت بسیار خورده است، دوم ما پول نداریم، سوم پاسپورت نداریم. یعنی ما من میگفتم پاسپورت چیست؟ میگفت پاسپورت یک کتابچه کیست که میگیری، بعد سفارت میری، سفارت ویزی کشور که داد میری. من گفتم نه، قاچاقی میریم. قاچاقی رفتیم ایران، پاکستان، فرانسه رفتیم و تحصیلات عالی رو در فرانسه چی کردیم؟ ختم کردیم. لیسه رو در ایران زمان شاه من رسیدم، دبیرستان به اصطلاح اونها ختم کردیم. بعد عشق این بود که تحصیل کنیم و فرانسه رو خوشیم آمد. تنها عشق، علاقه به درس و خواندن پای شما را به فرانسه کشاند. این همه مرز را اونم به شکلی غیر قانونی رفتید. دقیقاً. خیلی جالب است. دقیقاً. من خوب یادم است که بعض وقت چانس تالی در مشهد در دبیرستانی که درس می‌خواندیم، 2 سعید اگر اشتباه نکنم نامش، ما با سعید در اردوی ما رقابت داشتیم. بعضی وقت اول نمره من میشدم، بعضی وقت تو میشد و من بسیار غریب بودم. خانه نداشتیم، در اتاق کرایی زندگی میکردیم. بچه یک رئیس بانک بود در مشهد و بسیار رقابت سالم داشتیم. وقتی که دبیرستان خلاص شد، انقلاب اسلامی پیروز شد و خمینی انقلاب فرنگی را شروع کرد در دانشگاه. به اصطلاح بعضی استادا را گرفتن و بعضی مضامین حذف کردن. بعد من گفتم میرم از ایران. سعید با من گفت کجا؟ گفتم فرانسه. گفت چرا فرانسه؟ گفتم این کتابای مونتسکیو و ژان ژاک روسو و اینا رو که خوندم، ژان پل سارتر و اینا و دیگر در بخش حقوق علوم سیاسی بیشتر شهرت داشت در آن وقتم. گفت چطور میری؟ پیسیشه. گفتم پیسیشه، خدا مهربان است. اما رفتیم. رفتیم. چگونه؟ بعد
گفت سعید یک از خویشاوندانش در شرکتی تیکت فروشی طیاره یا هواپیمای کویت کار میکرد. من گفتم که شما یک تیکتش برای من بگیرین. یک تعداد هموطنای ما از قریه و دوی خویشاوندای ما در ایران در اصفهان در سنگبوری کار میکردن، کارهای بسیار شاقه و اینها با من گفتن پول ما میدیم، به خاطر که ما آمده بودیم که درس بخونیم، اما تنها خودی این کار تا نیستی، ما مصروف کار و زندگی شدیم و آرمان ما همین بود، متا خودت ایره عملی کردی. بنابراین ما جمع میکنیم پول، کمک میکنیم پول تیکت اینا. ای سعید گفت که خوب است من صحبت میکنم از خویشاوندان من است. صحبت کرده بود، گفته بود تقریبا 1 ماه که از حکومت ایران مکتوب آمده که هر تیکتی که شما میفروشین باید نفر پاسپورتش و ویزای کشوری که تیکت میگیره باید باشه. چرا این سخت گیری شده بود؟ به خاطر که بنی صدر اولین رئیس جمهورشان و مسعود رجوی رئیس رهبری سازمان مجاهدین خلق قاچاقی از میدان هوایی تهران در فرانسه رفته بودن. اما شما ویزا نداشتین؟ من هیچ ویزا نداشتم. هنوز ما گفت تیکت مشکل است چون ویزا ندارین، پاسپورت هم ندارین. من پاسپورت هم نداشتم. خب یک ماه امیتر من فشار می آوردم که کاری کن 3 سال یک جای همصنفی بودیم، رفیق بودیم، می رفتیم می آمدیم. بالاخره یک تیکت گرفت که پرواز داشتیم از اسلام آباد طرف فرانسه تا اسلام آباد. قاچاقی رفتیم در موترایی که میلبسایی که میرند بین ایران، بلوچستان، پاکستان و ایران، و 2 از هموطنای ما تجارت میکرد، مواد میآورد ایران میفروخت، از ایران میبرد پاکستان میفروخت. و من گفت که هیچ مشکلی نیست، ما در مرز زیاد تحقیق و بررسی نمیشود، پاسپورت اینا نمیخواید. در آن زمان سالهای 1980 اینا بود میلادی. رفتیم پاکستان. در پاکستان یکی از هموطنان ما گفت من کسی را پیدا میکنم که از ولسوالی ماست قره‌باغ غزنی که این پاسپورت میسازه قاچاقی تقلبی و دایی چیز همکاری میکنه با پول بسیار کم، چون از محل ماست. به اصطلاح این پاسپورتی تقلبی دوری داود خان برای من ساخت. در پرواز داشتیم از اسلام آباد طرف فرانسه. آن هم با یک پاسپورت تقلبی ویزا هم نداشتیم. متا این قاچاقبر که بود در میدان هوایی اسلام آباد با پلیسشون داشت ارتباط داشت. دقیقاً اونا را پیسه میداد و این همین نفر من را همراهی کرد تا میدان هوایی دروازه که تیر میشیم. این طرف استاد بود، فرض کن دروازه بود، من از اینجا باید عبور میکردم، پاسپورت چک میکرد در موجی. این نفر استاد بود، اما پلیسی که پاسپورت چک میکرد باش گفته بودن دیگه، با هم سازماندهی کرده بودن. پاسپورت من که گرفتم که باز کرد، دوباره گذاشت، گفت بفرمایید، چون برش گفته شده بود، پیسه داده بودن برش. این کارش هم دو زمان آجی نبود، یک بچه جوان بود، وظیفهش هم می بود دیگه، با 2 نفر داشتن در میدان هوایی. در طیاره بالا شدیم، یک ترانزیت داشتیم در امارات متحده در دبی، تقریبا 34 ساعت. در آن زمان داستانی که ابوالحسن بنی صدر فرار کرده بود، رجوی فرار کرده بود، کسایی که فرانسه می رفتن بسیار قیودات وضع شده بود در میدان هوایی و چک میکردن. ما ترانزیت نشسته بودیم که اعلان کرد که کسایی که طرف فرانسه میرن به فلان گیت خود برسانن. من که رفتم، نفر استاده بود، پاسپورت ها رو چک میکرد، بررسی میکرد. پاسپورت منه که دید، گفتی خوب ویزا نداره. متوجه تقلب بودنش نشده بود، چون به مت درست اساسی میساختن. گفتی ویزا نداره. من گفتم نه ویزا نداره.
گفت چطور از اسلام آباد تا دبی آمدی بدون ویزا؟ خب من راهنمایی کردن در دفتر، در یک دفتر بردن، 1-2 نفر آمد از میدان هوایی تحقیق میکردن، پرس و جواب از کجاست، از کجا آمدی، چرا آمدی، پاسپورت تقلبی است و ویزا نداری. و من تمامی سرگذشت از امی لیسه سلطان محمود قره‌باغ غزنی شروع کردم تا در دبی رساندیم. این 2 نفر که تحقیق میکرد از امی مردمای خارجی بودن، فیلیپینی بودن و بنگلادشی بودن. اینا تحقیق یک مترجم آورده بود، چون من انگلیسی بسیار ضعیف بود، فرانسوی که هیچ نمیفهمیدم. یک مترجم آورده بودن، ایرانی بود فکر میکنم، در شرکتی هواپیمای خصوصیشون کار میکرد، دولتیشون زمان خصوصی نداشتن. بعد این تحقیقات که کامل شد، این 2 برآمد، یک عرب آمد. از من از لباس و استرایش فهمیدم که بعد گفتی مدیر میدان هوایی است. این ورقا رو برش داد، یه خواند. بعد یک بکسک داشتم، بکسک یاد یک چند تا لباس بود ساده، یک کتاب با خود برده بودم، در ایران خوانده بودم، نصفش ماده بود. گفتم در طیاره اینا، در موتر در پاکستان اینا میخوانم، از افغانستان در مسیر تاریخ از غلام محمدی غبار. گفت بکسش باز کنین، بکس باز کرد که 2 یخنقاق ساده عادی و یک کتاب. گفت کتاب چیست؟ خب من گفتم میره ترجمه کردن. این هم دوسیه منه که خواند، ورقای سوال و جواب و تحقیق. یک چند ثانیه مکس کرد، گفت اجازه بدین که پرواز کنه. چی احساس کردی؟ چرا اجازه داد؟ اصلا هیچ قابل تصور نیست. او هم یک عرب که در عمر خود نمانه دیدن، نمیشناسه و فکرم داستانی که ما چی بودیم، چی شدیم، یک آرمان داشتیم، حکومت آمد و یک از حکومت کمونیستی بسیار تنفرم داشتن در آن زمان. در ایران زمان شاه که ما رفتیم، یکی من در مکتب داخل شدم به خاطر که میگفتم ما قربانی یک رژیم هستیم، به خاطر کار در ایران نیامدیم، به خاطر تحصیل آمدیم. شاید اولین پناهنده سیاسی من بوده باشم اگر اشتباه نکنم. و این هم داستانی غمگین و غم انگیزی که من تعریف کردم احتمال داشت که گفت اجازه بده که پرواز کنم. داستانی غم انگیز افغانستان و سرنوشت کل ما، نسل جوان ما، مردم ما دو زمان که اینا کشورهای عربی بخصوص کشورهای خلیج نخ از رژیم کمونیستی و پیشرفت شوروی و کشورکشاییشان اینا خودم در خطر میدیدن. سفر جالبی بوده، همینطور خاطر جالب. دقیقا. اما یک پرسش برای ما پیش آمد. شما شناختی ما از شما داریم، جامعه داره، مردم داره، انسانی پایبند به قانون و انسانی که طرفدار عدالت برابری است. ولی آن روز شما به اثر یک جعل رفتید بیرون، یک پاسپورت جعلی. امروز چه احساس دارید وقتی نگاه میکنید به آن روز که به فرانسه رفتید و آینده شما را هم ساخت؟ احساس نارضایتی از خود دارید از آن کار یا که قانونی که در آن روز حاکم بود؟ ما نمیتونستیم پاسپورت بگیریم در افغانستان، نمیتونستیم ویزا بگیریم، ویزای فرانسه، ویزای ایران، و از طرف دیگر هجرت و مجبوریت که باید مهاجر شویم. تقریبا ما 6 میلیون یا 7 میلیون مهاجر در خارج از کشور هستیم. شاید از 6 میلیون شاید 4 میلیون 5 میلیونش کلی ما غیر قانونی، به خاطر ما خوب ایتا که بریم سیاحت، بریم تدریس درس بخونیم و بورسیه داشته باشیم، ما به این راه نمی رفتیم. ما کسایی که جانشان در خطر بود، کسایی که زندگیشان، کسایی که بمباردمان می شد و جنگ بود و امثال هم، و همی کنوانسیون ژنوا که هست در رابطه با پناهندگی 1951 هم دقیقاً میگوید که کسی که جانش در خطر باشد یا به دلیل سیاسی، قومی، مذهبی، تنظیمی، ای در هر کشوری که داخل می شود قانونی داخل نمی شود، به خاطر که ای هجرت کرده، ای به اصطلاح فرار کرده، ای جان خود نجات داده. دقیقاً. و ای باید پناهندگی سیاسی براش داده شود. از دبی که پرواز کردیم آلمان، داخل خاک آلمان شدیم، گفت که یک ترانزیت هست. من باز گفتم خدای خیر پیش کنه. ای گفتن ترانزیت هست، متعاد 1 ساعت است که دم خود تیاره می باشین، بیرون نمیرین. اینو در میدان هوایی پاریس که رسیدم
من خودم رفتم طرف پلیس فرانسه، گفتم که من خلاف قانون آمدم، ویزا ندارم، غیر قانونی آمدم. یک انگلیسی کم حرف می زدم. چی کردم؟ اول فکر کرد که نمیدونم، بسیار تعجب کرده بود که چطور یک نفر خودش میاد خود معرفی میکنه. شاید بازی باشه، شاید دقیقاً رازی باشه. با جایی که تلاش کنه که تیر شوه. به عنوان مثال با من گفت تکرار کن که چیز. گفتم یعنی پاسپورت نشان دادم که پاسپورت تقلبی است، ویزا نداره. ایران من گفت که دنبال کنم. رفتم در دفتر یک نیم شب روز بودیم تقریبا. تحقیق میکرد، بررسی میکرد. تشناب که میرفتیم هم نفر بود، پلیس هم راهی میکرد. بعد از یک نیم شب روز تحقیق با من یک ورق داد تقریبا این اندازه که حق داری داخل خاک فرانسه شوی. او زمان شاید من اولین مهاجری افغان بودم که داخل فرانسه شدیم. چه چیزی سبب شد شما بروید صادقانه همه چی را بگی من غیر قانونی آمدم، من پاسپورت تقلبی دارم، و بعد اونا وقتی بررسی کردن یک مدت شما را نگه داشتن، بعد اجازه دادن؟ چی فکر میکنین چه چیزی سبب شد اونا اجازه دادن؟ بسادگی شاید در آن دوران یک دشواری، یک پیچیدگی می بود در این روند. وضع کشور ما دقیقا کلی مشکل در این بود که افغانستان اشغال شده بود. حکومت میگرفت، میکشت، زندانی میکرد. کشورهای غربی تقریبا روابط خود قطع کرده بودن و در آن زمان فضای مهاجر ستیزی وجود نداشت. مهاجرین بسیار کم بود. در هر نقطه از دنیا که میرفتی افغان‌ها را مثل نور چشم خود در کشورهای غربی، در کشورهای که طرفدار شوروی بود، نه اروپای شرقی و امثال اروپای غربی، اینا میگفت که اینا مستقل‌ترین افراد هستند به خاطر کشورشون در جنگ است، اشغال است، یک حکومت دیکتاتوری حاکم است، شکنجه میکنه، میکشد. به زمان حکومتی که حاکم بود و لیستایی که منتشر کردن که 12,000 کشتن امثال هم، در واقع یک فضای بسیار مساعد بود که ما به عنوان کسی که 100% مستحق پناهندگی سیاسی است. ولی امروز چرا چین یک نگاهی به مردم ما ندارن؟ به خاطر که امروز اول این است که مهاجرین ما، تعداد افغانای ما متاسفانه بسیار کارهای زشت انجام دادن. افغانستان چند روز پیش که از افغانای ما قصه میکرد که در ترکیه اگر ما در آن روزای اول یک افغان میرفت خانه یک ترکی خواستگاری میکرد شاید نمیشینید. اما امروز بسیار تنفر دارن به خاطر که یک تعداد افغانای ما کارایی کرد که وضع بسیار بد شد چهره افغانا. و دومین که متاسفانه افغانستان در تقریبا 30-40 سال است که در جنگ و در هجرت و در این مشکلات هستند. و از طرف دیگر کشورهای غربی فعلا خودشان در رابطه با بحران اقتصادی که دارن، بحران سیاسی که دارن، احزاب ضد مهاجرین بسیار به سرعت رشد میکنن. در فرانسه احتمال داره که در سال آینده، در انتخابات سال آینده احتمال داره که حزبی که ضد مهاجر ساخته شده قدرت بگیرد. در آلمان عین چیز بر اساس در آمریکا مثلا آقای ترامپ مهاجرین به عنوان اشغالگر و کسایی که تمدن سفید پوستی عیسوی از بین میبرد، در آن زمان در مجموع یک فضای بسیار مساعد بود. در آن زمان فعلا فضا متاسفانه بسیار سخت شده و در بعد از این امارت که آمد فضا سخت‌تر به خاطر این شد که فعلا کشورهای غربی میگوید که در افغانستان جنگ نیست دیگه. جنگی که روزی 200-300 کشته بود به اون صورت فعلا وجود نداره. بنابراین پناهندگی سیاسی اما اساسش است که باید نفر جانش در خطر باشه، یا به دلیل سیاسی یا مذهبی یا قومی یا تنظیمی یا سمتی یا زبانی. وقتی جانش در خطر باشه حق داره که پناهندگی درخواست کنه. و یک دیگر فکر میکنم که تقدیر و سرنوشتم کار خود میکنه. آبودانم که ما چرا مثلا از لیسا کابل بره، تقدیر تاثیر داره روی زندگی ما، آینده ما. دی جای تردید نیست. ما خب به یک دستیم که بدون امر خداوند میگوید یک برگم از درخت
جدا نمی شود و بدون این که ما در مجموع مسلمان ها به یقین است که زندگی ما نوشته شده تقریبا و اگر کاری غیر از این صورت میگیره در واقع انسان اراده الهی را زیر سوال میبره. و در آن زمان افغان ها یک چهره بسیار مثبت داشتند. اولین کشوری بود که علیه امپراتوری شوروی ایستاد شدند، مقاومت کردند و اولین کشوری بود که دنیای غرب به عنوان یک سپر علیه کمونیسم در آن زمان میدیدند و سرمایه گذاری هم کردند و بسیار پناهندار در هر نقطه از دنیا اگر بگیم استفاده میکردن به عنوان یک سپر خود، به عنوان یک هیچ کس هیچ وقت ما نباید این توقع رو داشته باشیم که همسایه خلاف منافع خود کاری برای انجام میدهد. اصلا ما انسان یک موجودی است که حتی از برادر خود انسان بعضی وقت نمیتونه انتظار داشته باشه که خلاف منافع خود یک کار انجام بدهد. دقیقاً آنها منافع خود دنبال میکرد، افغان‌ها منافع خود دنبال میکردن. فعلا بعضی کسا میگوید که پاکستانی‌ها اینا یک زمان در پاکستان مهاجرین احزاب سیاسی را به خاطر که در آن زمان ضیاء الحق میگفت که افغانستان اولین جبهه دفاع از پاکستان است و دقیقا همیتن بودند به خاطر که منافع در آن زمان پاکستان و غرب و افغانستان مجاهدین حداقل یک منافع مشترک علیه بلوک شرق علیه شوروی بود که اینا با هم می جنگیدن. یک زمان است که هیچ کس در هیچ وقت بخصوص کشورها به خاطر منافع کشور دیگر منافع خود قربانی نمی کنن. هر تصمیمی که می گیرن اول منافع خود در نظر می گیرن. در این جای تردید نیست که افغانایی که توسط غرب استفاده شد و برایشان سلاح داد و مجهز کردن و حمایت سیاسی و دیپلماسی کردن. همین افغانایی که توسط غرب، توسط امریکا، توسط کشورهای دیگری غربی که تاریخ گواه هست نوشتن، کتابای زیادی نوشته شده توسط کسانی که وابسته به حکومت پاکستان هستند و حتی KGB و CIA، اینا میگوین یک تعداد افغان‌ها را ما پول دادیم، سلاح دادیم، جنگ کردن. ولی وقتی از اینا بپرسید شما چرا جنگ کردیم، میگن برای عقیده خود. پس این جنگ چی نفع در این جنگ مردم افغانستان چه فایده داشتن؟ چی منفعتی را دنبال میکردن؟ چیزی که به نفع مردم و وطن خود باشه. تجزیه و تحلیل خوشبختانه مسائل سیاسی، من میگویم خوشبختانه که مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مثل ریاضی نیست که 2 + 2 4 باشه. برای من، شما، برای سیاف هم 4 است، برای مولای بیت الله هم 4 است، برای آمریکا هم 4 است، برای ایران هم 4 است. مسائل اجتماعی و سیاسی از مربوط به میشود که از کدام زاویه، از کدام دید، از کدام به اصطلاح کنج مسئله را ببینیم. افغانای ما به یقیده بودن که اگر ما جهاد نکنیم شاید اولادای ما نامش به جای علی و عمر گورباچوف و خروشچوف و امثالهم مثل که کشورهای آسیای مرکزی را گرفته بودن و تقریبا دینشان منزوی کرده بود. نگاه عقیدتی داشتن. دقیقاً مجاهدین عادی 100%. اما رهبرای جهادی اینا چی دیدگاهی داشتن؟ فکر میکنم که در اول رهبران، من به یک عقیده هستم که هیچ رهبر چی کمونیست باشه، چی خلقی باشه، پرچمی باشه، حزب اسلامی و جمعیت و طالب و وحدت حرکت، در اوایل اینا هیچ کدامشان نیتی ندارن که بکشن و زندانی کنن و چور کنن و چپاول کنن و کاخ بسازن و زمین غصب کنن. در اوایل کل اینا یک آرمانگرا هستن، مثل مردم عادی هم. بعد با تدریج که به قدرت رسید متاسفانه با خاطر قدرت خود دقیقاً تغییر میکنن. ما افغانای داشتیم که وقتی جهاد شروع کردن، بخصوص در دهات، بعض وقتا با بیل و کلینگ جهاد شروع کردن، چون برای آنها به حق یا ناحق برایشان تبلیغ شده بود که اگر کمونیستا حاکم شوند اینا مسئله ناموس نمیشناسن،
زن میگه مشترک است بین مردا، دخترها باید لخت باشد و برهنه باشد و کسک ندارد نماز بخواند، مسجد اینا ویران میکند و نمیدونم زنای پیر به زور در مکاتب میبرد. در تبلیغ بسیار چیزا غلط بود، متأ تبلیغ شده بود، به اینا فهماده شده بود که دین در خطر است. وقتی دین در خطر است اینا باید جهاد کنند. اما اینا فکر نمیکردن که جهادشون باعث میشود که مثلا کسایی به قدرت برسن که کابل ویران کردن، دیگر کشتن و بعد خودشان هم رفتن با شوروی بیعت کردن، به عنوان مثال قدرتی گرفتن برای جهادی به عنوان مثال. بنابراین فکر میکنم که مردم عام، مردم عادی افغانستان یک رسالت داشتن، یک مسئولیت داشتن. حتی او عسکری که مثلا با من یک روز که از دوستا قصه میکرد، گفت که در خوست عضوی حزب پرچم عسکر در خوست با مجاهدین ای کشته شد، او شهید میگفت. گفت ای در آخرین لحظه جان دادن بود که با خون خود در بوت خود نوشت زنده باد کارمل. و بعد با ما گفت که ای قسم داد که ای را به کارمل صاحب برسانید. خب همین نفرای رفقایش میگوید که ما از کسایی که از میدان جنگ به اصطلاح زنده ماندن آمدیم در قرارگاه خب امی بوت زیر توسط یک مقام بلند رتبه نظامی خوست در کابل آورد، از کابل بردن پیش کارمل صاحب در دفترش. ساعت 9 بجه وعده داشت، یمی بوت هست پیش زیر برده که به کارمل صاحب بیدید که نه این عسکر عقیده داره با شما و شما را رهبر میدانه و به خاطر شما حاضر است که خود قربانی کنه. قصه کرد گفت ساعت 9 بجه برایش وعده داده بود، 10 بجه شد، این در سالن انتظار بود. یک جنرال برده بود می بوده، جنرال پرچمی خودشان. 11 بجه شد، این کارمل صاحب کجاست؟ کارمل صاحب دی جلسه است، کارمل صاحب ملاقات داره، کارمل صاحب فلان است. 12 بجه شد، این نظامی حوصله‌اش سر آمد و بالا شد، سر صدا و جنجال خلق کرد که من 9 بجه خواستین و 12 بجه است. بعد یکی از همون کسایی که در دفتر کار میکرد گفت که ایره گوشه کرد، گفت جنرال صاحب کارمل صاحب مست است. نه جلسه است نه چیز است، متاسفانه. یعنی او عسکری پرچمی با او عقیده، با او ایمانش که با خون خود در حال جان دادن نوشته میکنه زنده باد کارمل، اما رهبرش به این حالت است. این چیز مجاهدینی که در آن زمان جان خود قربانی کردن، زندگی خود قربانی کردن، مال خود قربانی کردن، تصور نمیکرد که رهبرانشان به خون آنها خیانت کند، به جهادشان خیانت کند. شاید همین تصور خودی رهبران نمیکردن. وقتی ما به عنوان کسی که کتاب تاریخ میخوانیم، چون شاید در اون دوران نبودیم، اینها نوین جنگشان عقیدتی بود. صدقه مسعود در کتابی داره، احمد شاه مسعود به روایت نزدیکانش یک خاطره جالبی داره. میگوید اولین بار یک انفجاری که صورت گرفت در پنجشیر از طرف احمد شاه مسعود، یک دیگ بخار بود، برای من گفتن این نان است، نان پخته شده. پدرم این را بردن، چند ساعت بعد بود و مکتب انفجار کرد و در اون مکتب استاداش خلقیا بودن و گفته خودشان که اینها اولادای اینها را به گمراه میبردن، بیراه میبردن. البته تعبیر خودشان چیزی در کتاب آمده و در آن دوران به اساس همین عقیده مردم هم حتی ضد خود بگیم، گرچه عقیدهشان عقیده دیگری بوده، اینا ستمی بودن یا اینا کمونیست بودن یا اینها خلق بودن، پرچم بودن، ولی اینا خود را نهضت اسلامی و مجاهدین میدانستن، عمل میکردن. و مجاهدین هم تا جایی در کتابای رگستانی یا کسای دیگری که در مورد مجاهدین خصوصا مسعود و این طیف نوشته میگوید به اساس عقیده عمل کردن تا دورانی که به کابل آمدن اینجا یک جهان دیگری در درون اینا پدید میاد. میتونیم بگویم همین انتخابینا نوی بر این بر میخوره شناختی درستی از وطن، از میهن، از مردم، از منافع یا از قدرت نداشتن یا چوکی را ندیده بودن. با خاطر میست که من در اول گفتم که هیچ رهبر در هیچ جای از دنیا شاید نباشه که اما اول فکرش این بوده باشه که من باید قدرت بگیرم، برای قدرت باید بکشم، خون ریزی کنم، حتی رفقا و حتی دوستان نزدیک خود قربانی کنم.
همه رهبرها، همه رؤسای جمهور، همه امیر و خلیفه و صدر اعظم در اوایل آرمان دارن که ما میریم خدمت میکنیم در ایران. اما متاسفانه انسان یک موجود است که نفس بالایش وقتی که حاکم شد، نفس دست اسلام به شیطان هم میگوید، وقتی نفس حاکم شد بنابراین در آن زمان معیارهای خود فراموش میکنن، ارزش‌های خود. شرایط رهبر کسی است که واقعا شرایط مهار کند، نه اینکه خودش توسط شرایط مهار شود. از ما بعضی کسا پرسان میکنن مثلا مسعود، احمد شاه مسعود، میگیم کدام احمد شاه مسعود میگویی؟ احمد شاه مسعودی که معسل بود، احمد شاه مسعودی که کودتا کرد، جنگ چریکی کرد با حکمتیار علیه داود، احمد شاه مسعودی که طرف پاکستان رفت، احمد شاه مسعودی که جهاد میکرد به اصطلاح علیه شوروی، احمد شاه مسعودی که وارد کابل شد، احمد شاه مسعودی که بعد فرار کرد یا خودش عقب نشینی تاکتیکی کرد. این چیز مزاری، کدام مزاری؟ یا ترکی، کدام ترکی نویسنده، ترکی که در آمریکا در سفارت کار میکرد. من چند روز پیش یک سلمانی است، تقریبا سنش بسیار پیر است، خودی کسی که سلمانی دارم، صحبت میکرد، گفت من در کورتیچار نزدیک خانه ترکی سلمانی داشتم، حالی آمده طرف گلسنگی. گفت خدا شد است که ترکی می آمد در سلمانی من مای خود اسلام میکرد. گفت وقتی که اذان گفته میشد اینمی ترکی جای نماز میگرفت، درم خود سلمانی نماز خود میخوان، ما کسای دیگر اسلام میکردیم. یا مثلا اگر به ترکی میگفتی که شما با بالیشت کشته میشین توسط امین، فکر نکنم که ترکی حاضر میشد که سلامی امین علیک کند. بنابراین این چیز وقتی میگیم فلانی چجور انسان است، اول قضاوت کار خدا الهی است، غیر ممکن است که ما قضاوت منصفانه داشته باشیم، به خاطری که ما تمام معلومات نداریم، ما فقط ظاهر میبینیم. حتی درباره احمد شاه مسعود یا مزاری یا حکمتیار یا نمیدونم ملا محمد عمر، هیچ کدام ما 24 ساعت پالیش نبودیم که ببینیم کارایشانه، برنامه‌ایشانه. و یک انسان فرق میکنه، انسانی که مثلا در یک دوران است که دوره جوانی است، دوره آرمان است، دوره اهداف پاک است، مقدس است، یک وقت است که میاد وارد دنیا میشود، وارد قدرت میشود، چوکی خوشش میاد، لان کروزر خوشش میاد، کشوفش خودش میاد خوشش میاد، بادیگاردو خوشش میاد. این نفر اون نفری 20 سال پیش بود نیست. مثلا ممکنه که من یک معلومات دقیق بگیرم درباره یک موضوع که تجزیه و تحلیل منه 1 ساعت بعد تغییر بدهد، به خاطر که یک معلوماتی، یک اطلاعات دقیق آمد. بنابراین ما اول پیشنهاد من همیشه این بوده که ما قضاوت نکنیم، ولی بسیار انسان‌ها را، شخصیت‌ها را، دیگران را میشود به اساس کارهایی که انجام دادن قضاوت کنیم. اگر نیستن، ما نبودیم در آن دوران، به اساس چیزی که تاریخ قضاوت کرده، لااقل ما میتوانیم قضاوت بکنیم. همینطور در مورد رهبران مجاهدین، کسانی که در افغانستان رهبری بودند در یک زمان، حالا هر حزب و هر اندیشی داشتن و همین تغییرات هم واقعا وقتی خودی من میرم تاریخ را میبینم. فرض مثال زندگی احمد شاه مسعود را میبینیم، اون احمد شاه مسعودی که در مقابل شوروی جهاد میکرد با اون احمد شاه مسعودی که در کابل آمد اینجا حکومت کردن و بعد اون احمد شاه مسعودی که دوباره جبهه ایجاد کرد و ضد تحریک اسلامی طالبان جنگید، یک زمین و آسمان تفاوت داره. یک دوران فقط من برای خداوند، برای دین جنگ میکنم و یک دوران این حرفی نبوده. تو قدرت داری یا من قدرت را باید بگیرم، من زور باشم. و دوران دیگر هم که به اساس یک قرائتی در اون دینی میشود گفت. زندگی عجیب است، همینطور آدم ها، همینطور اندیشا تنها فکر میکنم تنها احمد شاه مسعود نیست، تقریبا هر فردی که بگیری، هر نفری که بگیرین، مثلا کی شاید تصور، اگر بگوی کی تصور میکنه که حکمتیار مثلا صدر اعظم ربانی بود؟ هیچ کس حتی باور نمیکنه. دقیقاً به خاطر کارا رو بر اساس کار قضاوت کنیم. یک کاری که یک انسان در 20 سالگی میکنه، در زمانی که یک مجاهد ساده است بدون نام و شهرت، و یک کاری کمی مجاهد وقتی که داخل ارگ است
یا داخل وزارتخانه است یا داخل پارلمان می شود، یا او مجاهدی که در کوه زندگی می کند با نان و پیاز، بعد او مجاهدی که بند وزیر اکبرخان زندگی می کند و با همه امکانات دولت و غیر دولت، این بسیار فرق می کند. به خاطر است که من فکر می کنم که ما در قضاوت خود همیشه نسبی قضاوت کنیم. نسبی قضاوت کنیم. مجموع و یک خاصیت بعدی که ما داریم که بر اساس قضاوت درباره یک تاجیک درباره کل تاجیک‌ها قضاوت میکنیم، یا درباره یک پشتون یا یک هزاره یا یک ازبک، در حالی که بعضی وقتا مثلا چند روز پیش بسیار جالب است، یک در جای نشسته بودیم، کسی گفت که این از پغمان است، یک نفر معرفی کرد به من و این تنامیز میگفت که این از دوستای سیاف است. او بشاره کمی چی شده بود. من گفتم بو برادر، ما داستان حابیل و قابیل داریم. حابیل و قابیل اردویش اولادی آدم و حوا و حضرت آدم علیه السلام پیامبر، و حابیل میشه مقتول، قابیل میشه قاتل. یعنی در یک خانواده یک برادر جنایت میکنه و برادر دیگر دیگه این بسیار فلانی است پنشیر است، فلانی است بامیان است، فلانی است پغمان است، فلانی نه. حتی انسان ها بعضی وقت مثلا بشر دوست 20 سال پیش با بشر دوست 20 سال بعد 20 سال بعد با بشر دوستی امروز فرق داره. همیشه باید قضاوت ما چنین نباشه. دقیقاً. قصه میکنیم، برنامه را ادامه میدیم. مخاطبان عزیز، ما یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید بینندگان عزیز و پادکستی به عبارت معروف. خوشحال هستیم بشر دوستی عزیز در کنار خود داریم. افتخار ماستین. خوشحال هستیم. قربان شما بیشتر در کشور بودی. چی چیز شما را خوشحال میکنه در وطن وقتی با مردم خود هستید؟ چیزی که زیاد من خوشحال میکنه این است که بعضی وقتا در موتر که تیر میشیم یا مثلا بعضی وقت پیاده که میریم، میبینم یک نفر در پیش دکان خود نشسته یا با یک دوست خود در سرک صحبت میکنه. بخصوص وقتی ما در موتر تیر میشدیم زمانی پارلمان و موتر ما بیرق افغانستان هم بود، یک دفعه چشمش به من میخوره و یک تبسم، یک بشاش دقیقا برای من بسیار چی بود، بسیار یعنی میگفتم که بجایی که نفرت از من که میبینن نفرت در چشماش دیده شود، دشمنی و خصومت دیده شود، علامه دوستی دیده میشد. بعضی کسا رو میدیدی که غرق چور در پیش دکانش نشسته بود یا در مچیشی در سرک مچی گری که میکنن یا سلمانی، بعضی یا در سرک است غرق چور بود. من که تیر میشدیم که میدید تصادفی چشمش بالا میشد و خوش میشد. این در حالی است اگر مردم ما بقیه سیاستمدارا رو ببینن شاید به مقاوله آمد صد کفر بفرستن براش. بدبختی اینجاست. من خوب یادم است که وقتی از وزارت پلان من استعفا کردم، یکی از وزرا با من در کابینه درک به من گفت که بشر دوست استعفا نکن. گفت که در افغانستان اگر وزیر نباشی، مقام نداشته باشی، کس سلامت علیک نمیکنه. وزارت است، مقام داری، موقف داری، جای داری، استعفا نکن که سلامت کس علیک نمیکنه. من گفتم یک مسئولیت است که ما خدمت نمیتوانیم دیگه، ماش گرفتن حرام میشود. از وقتی از بیت المال ماش میگیریم و خدمت نمیتوانیم چون حکومت نگذاشت که ما خدمت کنیم. این جوها رو من منحل کردم. شما در وزارت پلان بودیم. این جوها رو مدت زیادی کار کردی. شما تصمیم گرفتی برخی سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنی یا از بین ببری جوازش را، ولی کار با جای کشان شما استعفا بدی. چرا؟ به خاطری که دقیقاً ما وقتی که آقای حامد کرزی از من خواست که وزارت پلان مسئولیت به عهده بگیرم، من در خواب نمیدیدم و از زبانی من برآمد که رئیس اگر کار میخوایی من قبول میکنم. آقای کرزی گفت که کار میخوایم
و کار وقت شروع کردیم اولین بار نبود که اختلاف به وجود آمد. اختلاف سر مقرری ها به وجود آمد در هفته دوم که ما کاملا کادر وزارت پلان نو کردیم. بچه و دختری یک کشور بدون قوم، مذهب، زبان، تنظیم ما در رأس قرار دادیم. دو معین جدید مقرر کردیم، 12 تا رئیس جدید مقرر کردیم. از زمان اختلافات شروع شد، اما با اوج خود وقتی که من 2355 اینجا منحل کردم، 99% اینجاها رو من منحل کردم. چرا منحل کردم؟ به خاطری که ما 6 ماه کمیسیون ساختیم. جالبی بود که این بود که من وقتی وزارت پلان رفتم اینا وظیفه داشتن اینجاها که هر یک ماه یا چند ماه دقیق یادم نیست باید راپور کاری میدادن. راپور کاری در وزارت پلان می آمد، پیش سر میز من میگذاشتن، ریاست دفتر می آورد. من میخواندم، وقتی میخواندم راپورهای اینها را تصمیم داشتم که به اینا مدال بدهم، جایزه بدهم، به خاطری که در راپور میگفت در فلان جا سرک ساختیم، مکتب ساختیم، پلچک ساختیم، نمیدونم کود کیمیایی توزیع کردیم و بندای خرد آب، بندای آبی ساختیم، کلینیک ساختیم. بعد از مدتی من از دفتر بیرون شدم، سفر شروع کردم. اول در ولسوالی‌های کابل رفتیم، بعد در ولایات رفتیم. من خوب یادم است که از دفتر که بیرون شدم با مردم در ولسوالی‌ها که رفتیم، چون وزرا که می رفتن مثلا در ولسوالی مثلا می رفتن در یک از ولسوالی‌ها، قبل از قبل خبر میکرد ولسوال مردم جمع میکرد، کلانای ولسوالی را جمع میکردن. مثلا در پغمان در خود ولسوالی نان میدادن و بعد کلانا می آمد و سلام علیکی میکرد و ایم نانم میخورد و بعد برمیگشت با تلویزیون ملی. من خبر نمیکردم، مثلا پغمان می آمدیم ولسوال خبر نمیکردیم، می آمدیم مستقیم میرفتیم با مردم در تماس بودیم. ترسی هم از چیزی نداشتیم؟ نه ترس نیست. در قرآن شریف میگوید که اجل که آمد یک ثانیه پس پیش نمیشود، یک لحظه پس پیش ولی نمیشود. وقتی میدونی یک جای میروی ترس است، محدودیت است یا امنیت خوب نیست، با پای خود میروی. دقیقاً به خاطر که من به یقین هستم که اگر خداوند جل جلاله اسرائیل روان نکنه، خدا کنه که بمب اتم بالای فیر شود، زنده میبری. بعض وقت میبینی که از چندین طبقه بالا طفل افتاده اما زنده. یکی بعضی میبینی که پایش کمی ملخشه، میگه سکته کرد، از بین رفت. بنابراین عقیده من دقیقا نیست که عجل اگه آمد کس جلوش گرفتن نمیتونه، چون در قرآن شریف میگوید. مثلا استاد ربانی چقدر بادیگارد داشت، احمد ولی کرزی چقدر بادیگارد داشت، والی طالبان مزار قبلی که بود چقدر بادیگارد داشتن، اما عجل که آمد جلوش کس گرفته. بعد از دید من حتی در قرآن شریف میگوید که اگر در برج‌های محکم پنهان شوین، در قرآن شریف از لان کروزر و از زره و چیزا صحبت نمیکنه، با چیزی زبان عامیانه. بنابراین ترسی نباید باشه. میرفتیم با مردم، با من میگفت که وزیر صاحب چرا این جوهر منحل نمیکنیم؟ من میگفتم یعنی چی؟ میگفت خب اینا خدمت نمیکنن، اینا پولچک نیمه تمام گذاشتن یا بدون کیفیت ساختن یا مکتب آمدن وعده دادن درست نکردن. بعد من یک کمیسیون ساختم، 6 ماه کمیسیون کار کرد، 25 عضو داشت، افرادی بسیار پاک صادق این کمیسیون پیش بردن. اینا بعد از 6 ماه راپورشان آوردن که با من خلاصیش گفت که وزیر صاحب 99% اینا از $100 مثلا $90 در جیب خود میندازن. دزد است. دقیقاً دزد است. بعد من گفتم خوب یادم است که وقت شب بود مشوره کردیم، گفتیم چی کنیم. با من مشوره دادن که اگر میخوایی که جای خود وزارت وزیر بمانی، شطور دیدی ندیدم، هیچ خپ و چوب مثل مسئله آمیانه. دقیقاً وزرای سابق. اگر باز میخوایی که نه یک چیزی انجام بدی، این جوهایی که زیاد قدرت ندارن، زیاد حمایت ندارن، اینا رو منحل کن یک چند تایش. چرا همین وزرای حکومت کرزی یا حکومت پیشین چنین بدعهد به مردم خود بودن، صادق نبودن، در حال از رای مردم یا وساط حمایت مردم رفتن؟ فکر میکنم تقوا در اسلام ستون فقراتش از دید من تقواست. اونا تقوا نداشتن. تقوا دقیقا نه. با وزارت کی وزارت با آسانی رها میکنه؟ وزارت مقام است، موقف است، اما شما رها کردی. لان کروزر است. دقیقا نفس من بالای نفس خود تسلط پیدا کردم. من ماش خود خرج دسترخوان خود هر ماه در رستوران بهترین نان برای کارمندا و اجرا
میدادم، در حالی که وزرا از اضافه کاری اجرام دزدی میکرد. شما چرا این کارو میکردید؟ به خاطری که ما مربوط به یک دینی هستیم که عقیده به دنیای دیگر داریم، عقیده به این داریم که حساب کتابی است، به خاطر ثواب. دقیقاً حساب کتابی است، پرسان میکنن. شاید بسیار کسا باورش نمیشه. روز یک از دوستا میگه بشر دوست در تلویزیون اینا چی میکنی، در تلویزیون میشنویم یا در میمانی ها نمیری. اگر من هیچ وقت آب معدنی نمیگیرم، به عنوان مثال هیچ وقت انرژی نمیگیرم، هیچ وقت در رستوران نمیروم، هیچ وقت در تفریح نمیروم، هیچ وقت غذای دو نوع غذا نمیگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر که میگه در دین ما که اعمال خوبم نوشته میشه، بدم نوشته میشه و این اعمال در دنیای دیگه پرسان میشه از که چرا این عقیده است و چرا من مثلا بسیار زندگی کنم 200 سال در دنیا، چرا زندگی ابدی را قربانی 200 سال زندگی در اینجا کنیم. بنابراین یک یا مثلا لان کروزر که هر وزیر لان کروزر برش خریدم میشد، من گفتم نه لان کروزر من چرا سوار شوم از پول بیت المال مردمی گرسنه که پولی چی فلان کوچه ندارن، پولی تونیس ندارن، پیاده در کار خود 1 ساعت 2 ساعت میرن، من چرا 2 لک یا 70,000 دلار پیرون مثال موتر سوار شوم؟ در دنیای دیگر پاسخ میداد با من، میگوید که با من حداقل در دنیای دیگر اگه ببینیم مثلا حضرت علی رو من ببینم، حضرت عمر فاروق ببینم، خب با من میگوید که ما خوب میتونستیم. در آن زمان لان کروزر نبود، متو اسبای خوب بود. در آن زمان خانه‌ای بیلدینگ اینجا نبود، متو خانه‌ای خوب بود. ما میتونستیم که بهترین خانه رو داشته باشیم. من وقتی میخوانم که مثلا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زندگیش با خادم مسجد فرق نمیکرد. خب ما خود اگه پیروی خلفای اسلام حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله میدانیم، خب باید تعقیب کنیم در زندگی، در عمل، نه اینکه ما در شعار. بنابراین یک فلسفه خاص من دارم. هیچ وقت من میمانی مثلا قبول نمی کنم، هیچ وقت تحفه قبول نمی کنم. من خوب یادم است که وقتی وزیر پلان بودیم در آلمان رفته بودیم، شب فابریکه بینس دعوت کرده بود آقای کرزی با وزرا در رستوران. قبل از نان تحفه شرکت بینس برای وزرا و کرزی رئیس جمهور آورد، برای تقسیم کرد. وزرای دیگه فوراً گرفتن و باز کردن و من تحفه که دادم سر میز گذاشتم. این رئیس بینس متوجه شد، فکر کرد که من رد کردم تحفه را. بعد به کرزی صاحب چیز گفت، کرزی نفر خود روان کرد با من گفت که رئیس صاحب میگوید تحفه را بگیرین باز کنین ببینین. من گفتم با رئیس بگو که تحفه من نیست، این تحفه وزارت پلان است. رفت به رئیس صاحب گفت، رئیس صاحب دوباره روان کرد. آقای کرزی گفت نه از خودت است، از بشر دوست است. من گفتم با رئیس بگو که اگر من وزیر پلان نمی بودم نزدیک رستوران من نمیگذاشتن که تیر شوم. امنیتی که گرفته بودن این به عنوان وزیر پلان به من داده شدن، نه به عنوان آقای دکتر بشر دوست که از من باشه. این طبق قانون من باید ببرم در وزارت پلان تسلیمی وزارت کنم که اونا آرشیو دارن، موزیوم دارن، هر جای دارن. بنابراین یک دید، یک فلسفه خاص من دارم. یاد در رستوران برای من مثلا بسیار مشکل است که ما در رستوران بشینیم پلاو چلاو و کباب، وقتی ببینیم که یک طفل کشور در پیش هم رستوران گدایی میکنه، لباسش هم پاره است، بعض وقت پایش هم برهنه است، دختر یا مثلا بچه کشور. بنابراین تلاش کردیم تا جایی که ممکن است. من هیچ وقت ادعا ندارم که من فرشته هستم، هزاران گناه را ما انجام میدیم. اگر نگوییم در روز مثلا چندین بار ما خلاف اسلام عمل میکنیم، اما تلاش کردیم تا جایی که ممکن است بالای نفس خود تسلط داشته باشیم. این باعث شد که ما 2055 اشتباه نکنم اینجور منحل کردیم. نماینده‌اش آمد با من گفت که در دفتر نشسته بودیم 2 به 2، با من گفت که من در افغانستان چندین سال است کار میکنم، افغانا رو من خوب میشناسم، قیمتت بگو، هر افغانی قیمت داره. در فرانسه گفت کدام خانه را آرزو داشتی بخری نتونستی، کدام موتر آرزو داشتی، فقط قیمتش بگو ما میپردازیم. من داستان چی را قصه کردم برایش که گفتم که من مقایسه نمی کنم، منتها گفتم با پیامبر صلی الله علیه و آله ما
سرانی قریش، سرانی مکه پیشنهاد کرد که از دعوت دست بردار. ما برای تو همه چیز میگیم. دقیقاً. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اگر آفتاب در دست راست من و مهتاب دست چپ من بگذارین، من از پیام خود، از دعوت خود دست بر نمیدارم. من گفتم این وظیفه من است که کسایی که خدمت به کشور نمیکنن، این وظیفه قانونی شرعی من است که من باید منحل کنم و این کار کردیم. و رئیس گفت که نه، شورای خارجی آزرده میشوند، رهبرای جهادی آزرده میشوند، کسایی که از غرب تکنوکرات ها آمده بودن، غربی ها آمده بودن، این نام اینجا به نام خود فامیل خود ساخته بودن. من گفتم رئیس اگر نمیگذاری که من کار کنم، بنابراین ماش حرام است، من نمیتونم ماش از بیت المال بگیرم و وظیفه خود طبق قانون انجام ندهم. به خاطر این من از وزارت پلان در آن وقت استعفا کردم. بعد یک روز در پارک شارنو من خیمه داشتم، در داخل پارک میرفتیم، هنوز داخل نشده بودم، در پیش پارک دروازه پارک مردم من دیده بود، جمع شده بود، عکس میگرفتن. خیمه ملت. خیمه ملت، دقیقاً یادید. و این وزیر در موتر تیر میشد، این وزیر که من گفته بود که وقتی در وزیر نباشی که سلام علیک نمیکنه. بعد من که دیده بود که مردم در اطراف من است، از موتر پایین شد، از لانکروزر آمد، سلام علیکی کرد، با من گفت که بشر دوست بسیار خوشحالم که با اینکه وزیر نیستی مردم داری. دقیقاً. و این مردم افغانستان مردمی است که واقعا نمک شناس هستند. اگر من کدام خدمتی نکردم، محبت دارن، لطف دارن، اگر برای این مردم خدمت کنی، حاضر است که جان خودم قربانی کنه برای. اگر نکنی یک روزی به دستشان برسه و میتوانند هر نه و هر چی بخوان انجام بدن. اما سخت‌ترین روزی کار شما در وزارت پلان چی بوده؟ سخت‌ترین روزی که من در وزارت پلان دیدم، دقیقاً من یک 2 هفته بعد 3 هفته بعد تغییرات آوردیم، ساختاری وزارت پلان کاملا دگرگون کردیم. 12 تا رئیس نو مقرر کردیم، 2 تا معین نو مقرر کردیم، از اقوام مختلف بود، از زن و مرد، از تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون و تا جایی که پشه اینا بودن. وقتی که اعلان شد تغییرات، ساعت 7 شب بود، ساعت 4 فکر میکنم 4-5 در رسانه ها در بعض جا منتشر شد. یک سایت وزارت پلان در اون زمان ساخته بود، در سایت منتشر شد. کارمندان هزاره آمدن بدون که وقت بگیرن، ساعت 7-8 شب در دفتر آمدن، بدون اجازه با خشونت هم داخل شدن. با من گفتن که وزارت پلان سهمیه هزاره هاست و شما در اینجا و ازبک و تاجیک و پشه اینا را رئیس ساختین و پشتونه، در حالی که سهمیه ماست. من گفتم که آل شب است، ناوقت است، شما خانه برید. صبح که آمدین در دروازه وزارت پلان که پای گذاشتین، یک دفعه سر خود بالا کنین، تابلو رو بخونین، لوحه وزارت رو بخونین. اگر نوشته است وزارت پلانی هزارستان، من هزاره ها رو مقرر میکنم. اگر نوشته است تاجیکستان، من تاجیکا رو. اگر نوشته است ازبکستان یا پشتونستان، من پشتون. خود نوشته است وزارت پلان افغانستان. بنابراین 34 قوم این وزارتش است و کسایی که من مقرر کردم کلشون بر اساسی سند تحصیلیشان است، تجربه کاریشان است، شهرت نیکشان است و هیچ گونه مسئله قوم، مذهب و زبان و تنظیم در این دخالت نداره. اینا بسیار اجرا را کارمندای ساده را، رؤسایشان، معینایشان که بود در وزارت پلان، در دستشان بود قدرت، تحریک کرده بودن. وقتی بر آمدن با من گفتن که 2-3 روز بیشتر نمیمانی در وزارت. من گفتم که اگر میخواین که من وزارت قومی بسازم، من 1 روزم خوش نیستم. خب اینا رفته بودن، زور خود زده بودن که ما رو برکنار کنن. کرزی گفته بود که برایشان وقت بدین که ببینیم چی میکنه. بعد روزی که خوبترین روزی که من در وزارت پلان دیدم، دقیقاً روزی بود که من از وزارت پلان استعفا کردم و خداحافظی میکردم با کارمندان و کارکنانش، اجران. اونمو هزارایی که قهر بودن، با غضب در کنار دیگر کارمندا بعضش گریه میکردن. تلویزیون ملی
آمده بود، فیلم برداری کرده بود. من شب که دیدم گریه میکردن. بعد خیمه وزارت با خیمه بسیار نزدیک بود، خیمه ملت. رخصت میشدن می آمدن. با من بعضی میگفت بشردو صاحب، وزیر صاحب اولین بار در 40 سال 30 سال کاری که ما در وزارت کردیم، اولین باری بود که معاش ما با وقت داده میشد. اولین باری بود که اضافه کاری با ما داده میشد. اولین وزیری بود که ما هر لحظه که میخواستیم دسترسی داشتیم. اولین وزیری بود که وقتی داخل وزارت میشد بادیگارداش ما را مثل که مرض کرونا داشته باشیم ما را از دهلیز و از حولی چی نمیکرد که وزیر آمد می آمدی ساده تیر می شدی، سلام علیکی میکردی. اولین وزیری بود که شاید من کلی وزارتخانه‌های دنیا را نخوندم، اما شاید اولین وزیری بود که کارمنداش مجانی نان میداد از ماش خرید دسترخوان. آن روزی که وزارت پلان را برای همیشه ترک کردی چه احساس داشتی؟ اینکه دیگر وزیر نیستی و قرار است وزیر نباشی، چه احساسی به سراغ شما آمده بود؟ احساسی نداشتم که به یک افغان، به یک هموطن یا به یک خراسانی، هر نامش که میگذارین، یا آریایی یا هزارستانی یا افغانستانی، احساس داشتم که روبرو نگاه میتونم. وقتی ببینمش سر خود پایین نمیندازم. به خاطر کدام خیانت نکرده بودم، کدام کاری بدی نکرده بودم. احساس داشتم که شاید اگر دعا نکنن بدوام نکنن، شاید نگوین که خوب شد گورش گم کرد. شیرین ترین خاطرتون از وزارت پلان؟ شیرین ترینش دقیقاً هم روزی که استعفا کردم و خداحافظی کردم و دیدم که بس گریه میکرد، اشک از چشمش جاری بود. بس گول خریده بودن آورده بودن. معمولا وقتی مقرر میشی برای وزرا گول میارن، نی وقتی که وزارت میری کس اقصیر معمولا نیست. حتی اجرایی که بعض زندگیش بسیار خراب بود گول آورده بودن، توفه برای من میدادن. و این بیشترین و یک خاطری بسیار خوبی دیگرم که یادم هیچ وقت نمی رود که بعداً با من قصه کردن، این بود که در بین کارمندایی که من یک رئیس ساخته بودم، یک از رؤسا زن بود که مسئولیت این جوارم بودش سپرده بودم. این در خانه که رفته بود، یک مامور عادی بود، در خانه که رفته بود گفته بود که این وزیر صاحب پلان من رئیس مقرر کرده. ماستری داشت، این خانم جوان بود، تجربه کاری هم داشته، وزارت پلان شهرت نیک هم داشت. خانواده فامیلش برایش گفته بود که رد کن، قبول نکن. چرا؟ اول گفته بود که ای ازار است، خودت از قومش نیستی، چطور بایدی ریاست داد، کدام هدف داره. دومی که گفته بود بعداً در فامیلش که رفتیم در عروسی رفتیم در فامیلش، بعد از اینکه از وزارت پلان من استعفا کرده بودم تقریبا 3-4 سال بعد یک عروسی داشتن، من دعوت کرده بود. بعد در گوشه فامیلش که خلاص شد نشسته بودیم، من قصه را کردن که دختر ما را رئیس ساخته بودی، مقرر کرده بودی. دلیل دومش که ما با دختر خود گفتیم این از فرانسه آمده، کشوری شراب و کباب و زنک بازی، این مجرد هم هست، این کدام هدف خاص داره. به دختر خود گفتیم که یک بهانه پیدا کن. بهانه خوبم داشتیم به خاطر که تازه طفل به دنیا آورده بود. خانم آمد در دفتر من خوب یادم است که به من گفت که وزیر صاحب منم معذرت میخوایم، نمیتونم به خاطر که خانم اولاد پیدا شده، ساعت 4 من باید بروم و رؤسا کس معمولا با وزیر تا لحظه که وزیر در وزارت است رؤسا می باشد، معینا می باشد ولو 10 شب باشد. من گفتم مشکلی نیست، شما فقط برای من وقت بدید که من نفر دیگر تعیین کنم، تا اون وقت شما کارو پیش ببرین. بعد از 2 هفته این خانم آمد در دفتر من گفت که وزیر صاحب من کارو پیش میبرم. بعد در خانه قصه کردن، گفتن که ما بعد از 2 هفته 3 هفته 1-2-3 بار شما رو در تلویزیون دیدیم. هم پدر مادرش قسم میکنه. مصاحبه خودت که دیدیم حرفایت به دل ما نشست.
و احساس کردیم که آدم بدی نیستی. اعتماد کرد. بعد میگم ما اعتماد کردیم به دختر خود، گفتیم که تا هر وقتی که وزیر است وزارت نیاز داره همکاری کن، چون آدمی خوب به نظر میرسه. در اسلام هم میگوید که ظاهر باید معیار باشه و ما مایوس نشدیم، ما پشیمان نشدیم که در 9 ماه وزارت ما تقریبا در ولایت‌های شمال رفتیم. مثلا من خوب یادم است که در مزار وقتی رسیدیم، امپراتور شمال عطا محمد نور، او زمان تازه کارهای ساختمانی شروع نشده بود، جنگای داخلی هتل‌ها و چیزا، هتل‌های شخصی خود نبودم، هتل دولتی شاروالی تقریبا تخریب کرده بود. من در هتل شاروالی پایین شدیم، میهمانای دولت معمولا، و هتل برق نداشت، چیزایش تخریب بود که نفر امپراتور شمال آمد به من گفت والی صاحب میگوید که در هتل مناسب نیست برای وزیر چون وضعش خراب است، میهمانخانه والی صاحب بیاین، میهمانخانه داره، همه چیز است در اونجا، همون چیزی که در فرانسه دیده بودی همون چیز داریم ما. باز رفتیم میهمانخانه سادات ها؟ من گفتم که من آمدم نه این که میهمانخانه ببینم، نه این. چرا؟ به خاطر گفتم من آمدم که با مردم باشم، بین مردم باشم، مشکلات ببینم. وقتی در کابل من برسم در شورای وزرا من باید بگم که مزار وضعش چی بود، در چه حالت بود، دفاتر دولتی در چه حالت بود، هتل شاروالی در چه حالت بود. بعد خودی استادتا وقتی که حرف شنیده بود خوشش آمده بود، چون اولین بار بود که یک کسی حاضر شده بود که یک هتل شاروالی خراب عادی باشد، چون حتما در میهمانخانه‌اش میرفتی، گفت همه چیز بود. بعد خودی والی آمد با من گفت که فردا من دعوت هستم در دانشگاه مزار و من برنامه رفتن نداشتم، اما خودت فعلا آمدی و خبر شدم که دکترا داری، درس خوانده، تحصیل کردی، یک دانشمند هستی، اگر خودت علاقه داری فردا هر دوی ما میریم در دانشگاه و سخنرانی به جای من خودت سخنرانی کن. من گفتم بسیار خوب، منم بسیار خوشحال میشم. بعد رفتیم در دانشگاه، از دانشگاه رفتیم در یک منطقه مزار شریف که چشمه صفا میگه یا صفا چشمه میگه، دقیق یادم نیست، بهترین جایی برای ساختن بند بزرگ آب است. انجینرهای شاروالی از کابل ما برده بودیم، از وزارت پلان، در هر ولایتی که می رفتیم انجینرها با من بود که کجا بند بسازیم. در آنجا در مزار پلانش گرفتیم و با والی من گفتم که اگر این را بسازی نام در تاریخ میمانه. متاسفانه تعقیب نکردن. بعد وقتی در 1388 من به عنوان کاندید رفتم، والی آقای عطا قدرتش بیشتر هم شده بود. وقتی اول رسمی بود که کاندید وقتی ولایت میرفت اول با والی یک سر میزد به اصطلاح. من که رفتم در مزار شریف در دفترش رفتیم، سلام علیکی کردیم، با من گفت که آقای بشردوست خوش آمدین، خودش از دکتر صاحب عبدالله حمایت میکرد، چیزی که نیاز داشته باشی ما در خدمت هستیم. بعد من گفتم فقط اجازه اگر بدهید که در زیارت مولا علی در باغش یک خیمه بزنم. گفت که نفری خود خواست، گفت مسئول زیارت خبر کن که بشردوست میاد خیمه میزنه، مانع نشوه، چیزی که نیاز داشت در اختیارش قرار بده. این چیز در جنوب که من رفتم، جمعه خان همدرد والی پکتیا بود، رفتیم در دفترش سلام علیکی کردیم، گفتم من برای کمپاین آمده بودم، این خبرنگارای تلویزیونی محلی را خواست، گردیزه، کمی صحنه ملاقات ما را فیلم بگیره منتشر کنه. من گفتم والی صاحب این رو منتشر نکن به خاطر که کرزی صاحب رو میبینه، این وقتی ببینم میگه ای چی رقم از کمپاین من حمایت میکنه، ای بشردوست. بعد جمعه خانم درد خوب یادم است با من گفت که تو جای خودت دارید، اونا جای خودت دارن. گفت اگر خودی رئیس بازرده شوم من این کار میکنم که شما را استقبال میکنم، هر چیزی که نیاز داری، هر چیزی که خواسته باشی تا جای که توان ماست در خدمت است.